سوره اعلا یعنی برتر در مکه نازل شده است و از 19 آیت عبارت است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. نام پروردگار بزرگ خود را به پاکی یاد کن، چنان که لایق بزرگی است. آن ذاتی که آفرید مخلوقات را و استوار داشت و آن ذاتی که اندازه معین کرد، سپس همه خلق را به آنچه مناسب می شوند راه نمود. والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا. و آن ذاتی که چراگاه ها را رویانید سپس خشک و سیاه گردانید. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ما قرآن را برای تو ای رسول خواهیم خواند و تو دیگران را فراموش نخواهی کرد غیر آنچه الله بخواهد، همانا او آشکار و پنهان را می داند. و نیسرک للیسرا فذکر این نفعت الذکرا. و در کار تو و در همه امور دینی و دنیوی که به تو رو می نماید آسانی پدید می آوریم. ای رسول، اگر به قومت پند دادنت فایده کند پند ده. خود را عذاب مده در پند دادن شخصی که سرکشی می کند. سیذکر من یخشی و یتجنبها الاشقا. هر کسی که از الله می ترسد به زودی پند خواهد پذیرفت و بدبخت ترین فرد از آن پند دوری خواهد گزید. الذی یصلی النار الکبری. همان کس که در آتش بزرگ جهنم در افتد ثم لا یموت فیها ولا یحیا. آنگاه در آنجا نبی میرد که راحت یابد و نزنده می شود که فایده بیند. قد افلح من تزکا. به درستی کسی که خود را پاکیزه داشت نجات یافت. و ذکر اسم ربه فصلی. و رستگار شد هر که نام پروردگار خود را بر زبان آورد و برای رضاگی او نماز گزارید. بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر و ابقا. بلکه شما ای مردم زندگی این جهان را از نعمتهای آخرت افضل می شمارید، حال آن که آخرت بهتر و پاینده تر است. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بیگمان این سخنها در کتاب‌های پیشینه نیز هست، کتاب‌های ابراهیم و موسی علیهم السلام. شما ترجمه معنای سوره اعلا یعنی برتر را شنیدید. در مکه نازل شده است و از 19 آیت عبارت است. از کتاب قرآن کریم و تفسیر در روش میسر به زبان تاجیکی گرفته شده است.